چند سال شد در شهری هانوور زندگی دارید؟ 40 سال. 40 سال شد. با فکر شما آیا زندگی کردن در بزرگترین شهرهای عالم یعنی جای وطن رو گرفته میتونه؟ نه من 40 سال میشه اینجایم، 2 سالم ایران بودم، هنوز هم فکرم تو افغانستان. اما هستن نفرانی که باز در تاجیکستان جوانان از جمله میخواهند که به اروپا بروند، راه یابند، به هر راه واسطه با حالتهای میشه که بدامی گروه های تقلبی، گروه های مثلا خلابانی که پیسه اونها رو میگیرن، پولی اونها رو میگیرن و عدم میدن گویا که اونها رو برای کار در آلمان و در دیگر کشورها میبرن، اما 2000 و 3000 یورو برابر یعنی که معادل 30-40 هزار سومانی تاجیکی فریب میدن. شما بگوید اینجا که کار چگونه است، شرایط کار چگونه است؟ کار سابق شرایط کار آسون بود. بله. حالا شرایط کار یک خورده سخت شده برای از اینکه مهاجرین زیاد آمدن، خود از آلمانان زیاد بیکار دارند، پیدا کردن کار مشکل است، آسون نیست. ولی در مجموع پیدا میشه کار، هیچ کس نمیشه که بیکار باشه. بیشتر کدام نمودی کارها را میتوانند جوانان ما یا که شهروندای تاجیکستان در اینجا بیشتر به کدام کار جلب میشوند؟ چی کارها کرده برای اونها پیدا میشوند؟ اگر درس بخونده باشن، آیتی خوانده باشن، اینجا باز اینا کار زود پیدا میشه. ماشین کاری، موتور، تعمیر ماشین اینا کار پیدا میشه. ولی در مجموع اکثر کسایی که اینجا درس نخونده یا اونجا با مملکت خود افغانستان، تاجیکستان، ایران درس نخونده باشه و اینجا بیاد باید کارهای شاقه را بکنه. نه کارهای یعنی که کارهای سیاه، کارهای غیر قانونی. کارهای سیاه هم مشکل است، فعلا کار سیاه پیدا نمیشه. باید کار سفید بکنن. خب میشه ای که یک چیز سیاه یک چیز سفید صاحب کارهای هستن که میکنن، ولی باید کارهای شاقه بکنن کسایی که دیپلم خوب نداشته باشن یا ای که به چیز کار بکنن، به کارهای تعمیراتی زیاد کار میکنن، به کارهای پاککاری و اینا زیاد کار میکنن، یعنی توزیع کردن کوچه و خیابان ها. بله. تقریبا اگر کار پیدا شوه هم با مشکلی و با سنگینی تقریبا در یک روز چقدر مبلغ پیدا کرده میتونن؟ اینجا دولت قانون و قاعده داره. فعلا 13 یورو و 31 سنت به یک ساعت باید به یک ساعت کاری برای کارگر داده شود. او هم به شرطی که صاحب کار موافقه بکنه و بده. دیگه اکثرا نمی کنن این کار، تازه کمتر میدن و کار زیاد چون ضرورت دارن که باید حتمی کار بکنن و پاسپورت خود بگیرن. از او واسطه به هر رقم که باشه یک جور با صاحب کار جور در می آیم که بتونم برای ازی که اگه ما پول سوسیال بگیرن نمیتونم باز پاسپورت بگیرم، نمیتونم اینجا اجازه بگیرن که برای 2 سال 3 سال 5 سال بمونم. بعد کسانی میتونم که به اصطلاح ما و شما سر پای خود استاد باشم. کار باشن. با چه قوانین یعنی که چه قاعده و قانونهای بودو باش یعنی کار و فعالیت در اینجا بیشتر سخت است؟ چه کارها رو باید انجام دهن بعد تو در اینجا راحت صاحب جای کار شوم؟ هر کاری که داشته باشه مشکل نیست که منتها اگه کار پیدا شه. و کارهایی که گفتم اگر آیتی باشه، چیزای موتور باشه، برنامه سازی باشه، اینا باشه، کار بیشتر پیدا میشه. حتی ای که فعلا 1-2 سال 3 سال میشه که میرم از هند کسانی میارم که اینجا کار کنه که اونا با آیتی بلدن، با سامان و ماشین بلدن و اینا. باید درس خونده باشه، باید تحصیل کرده باشه، میتونه بهتر زندگی کنه، آرامتر زندگی کنه. در غیر از اگه به کارهای تمیزکاری باشه و رستوران باشه و اینا باشه، خب معمولا حقوق کمتر داره و آرامتر هم نیستن دیگه. مثلا شما که الحال با کاری تاکسی رانی یعنی که کیراکشی یا تاکسی مشغول هستید، کار چگونه است؟ اگر جوانان ما بیان کار پیدا میشود یا که چی درجه تخصصی حجت رانندگی طلب میشود یا کار در ماشینای بارکش زیادتر خوب است یا در تاکسی چقدر است در اینجا؟ اینجا که هست هر شغل که شما خواسته باشین بگیریم باید یک دیپلم یک امتحان بداده باشه.
شما وقتی میخوایم تاکسیرانی بکنیم باید از دولت و پیش دولت یک امتحان داده باشیم که خیابونا و اینا رو بلد باشیم. اگه خواسته باشه که خود شما از خود تاکسی داشته باشیم، یعنی آید از خود شما باشه و ماشین از خود شما باشه و اینا، باز یک امتحان دیگه داره که اونجا هم شما باید بریم دوره بگیریم، کورس بخوانیم و امتحان بدیم. باز میتونیم که باز باید شرایطی باشه که شما مجرم نباشیم، شما اینجا باید گزاره خوب با مردم کرده باشیم. اینا همه بررسی میشه، برای شما اجازه میدن که شما بتانیم برای خود تاکسی بخریم، بگیریم، از به سر پای خود استاد باشیم. در غیر از رانندگی تاکسی دیگه پیدا میشه، او هم فعلا سخت گیری زیاد شده، سابقه آسان تر. طلبات قانون ها در تاکسیرانی هم زیاد شده از جانب طلبات قانون ها زیاد شده، بله ها، کنترل ها زیاد شده، باید مالیه بدی و چیزا بدیم، اینا مشکلات خود داره. ولی کار پیدا میشه، ایت نیست کار پیدا نشه، آدم کار میتونه. با مشکلی، یعنی با فکر شما تنها راهی آسانی آمدن به آلمان در مد اول دانستن زبان این کشور، یعنی زبان آلمانی، داشتن تخصص، یعنی داشتن معلومات یا دیپلم یا یگون حجتی دیگر، حجتی رانندگی، حجتی یگون کسبی دیگر از یگون مؤسسه تحصیلات عالی کسبی باید داشته باشه تا که در اینجا به راحتی کار بتونه تا زندگی بکنه. بله، اگر کسب خوب داشته باشه، کار خوب داشته باشه، مثلا به آیتی و ماشین و حالا به این بیمارستان ها و اینا، حتی ای که اگر اونجا درخواستی بدن به سفارت آلمان، خود آلمان هم اینا رو میخواه، برای از اینکه فعلا به این کارا ضرورت داره.